در جلسه دو شب قبل گفتم که با توجه به دستورات ائمه معصومین علیهم السلام و تأکیداتی که صورت گرفته است، امروز برگزاری مراسم عاشورا به یک فرهنگ و به یک مکتب تبدیل شده و در واقع عاشورا نه تنها یک حادثه تاریخی بلکه یک مکتب و یک فرهنگ است که در طول 14 قرن زندگی مردم ما را جهت داده است و به آن معنا بخشیده است. گفتیم که فرهنگ چیست و عناصر متشکله آن چه می باشد و چگونه از افراط و تفرید در حفظ فرهنگ جلوگیری به عمل بیاییم. اما امروز میخواهم که یک مقدار روی هم یک شهروند موفق و مفید در جامعه آلمان بود و هم هویت دینی، مذهبی و فرهنگی خود را حفظ کرد. شما با بحث ادغام در جامعه میزبان همیشه مواجه بوده اید و در واقع ادغام در جامعه میزبان یکی از مسئولیت‌ها و وظایف قانونی ما به شمار می رود. اما چگونه ما می توانیم این ادغام را مدیریت بکنیم؟ پاسخ به این پرسش که ما چگونه می توانیم هم شهروند موفق و مفید در این کشور باشیم و هم هویت دینی، مذهبی و فرهنگی خود را حفظ بکنیم، در دو اصل نهفته است. اصل اول ادغام سازنده در جامعه میزبان و اصل دوم حفظ هویت دینی و فرهنگی. این دو اصل نه تنها با یکدیگر مخالف هستند و مخالف نمی باشند و در تضاد قرار ندارند، بلکه مکمل همدیگر می باشند و همدیگر را تکمیل می کنند. من امروز کوشش می کنم که در ارتباط با چگونگی ادغام در جامعه آلمان مختصراً صحبتی داشته باشم، اگر فرصت مساعدت کرد در ارتباط با حفظ هویت دینی و فرهنگی نیز خواهم پرداخت. اولین سوال در ارتباط با ادغام این است که ادغام چیست؟ وقتی ما صحبت از ادغام میکنیم، ادغام به معنای شامل شدن و جذب شدن در جامعه و مشارکت فعال در آن جامعه است. خب دقت کنید، ادغام صرفاً حضور و زندگی در اینجا نیست، بلکه ادغام به معنای شامل شدن در جامعه و حضور فعال در جامعه است. چگونه ما می توانیم یک حضور فعال و مثبت و سازنده در جامعه میزبان پیدا بکنیم؟ عناصر مختلف در این حضور فعال و سازنده و در واقع در ادغام دخیل می باشند. اولین عنصر یادگیری زبان هست. کسی که زبان جامعه را نمی آموزد، فرصت‌های
آموزشی را از دست می‌دهد، فرصت‌های شغلی را از دست می‌دهد و ارتباطش با جامعه محدود می‌گردد. از این جهت زبان در واقع دریچه‌ای است که راه انسان را به سمت جامعه میزبان باز می‌کند و هر کسی که می‌خواهد در این جامعه حضور مؤثر و فعال داشته باشد حتماً باید در ارتباط و یادگیری زبان کشور میزبان وقت بگذارد، سرمایه‌گذاری بکند تا اینکه بتواند راه ادغام را به شکل موفق بپیماید. وقتی ما صحبت از یادگیری میکنیم، یادگیری زبان گام اول است، ولی بعد از آن یادگیری قوانین و مقررات این کشور است، یادگیری اصول و ارزش‌های حاکم بر این جامعه است که هر کسی که می‌خواهد در مسیر ادغام بپیماید باید اینا رو یاد بگیرد. چه ارزش‌های این جامعه را جهت میده، چه ارزش‌هایی برای مردم این جامعه اهمیت فوق‌العاده دارد. اینا مسائل مهم است که ما باید یاد بگیریم. اما بعد از آن گام بعدی در ارتباط در حوزه‌های علوم هست، حوزه‌های دانشگاهی هست، حوزه‌های کاری هست، پیدا کردن فرصت‌ها برای کار است. نکته‌ای که من در اینجا می‌خوام یادآور شوم این است که برای یک ادغام مطلوب و مناسب بخصوص برای جوانان رفتن به سمت دانشگاه نقش بسیار مهم و اساسی دارد و پدر و مادر در این قسمت نقش مهم و اساسی دارند که چگونه فرزندان خویش را جهت میدهند تا اینکه بروند به دانشگاه و در دانشگاه‌ها مراحل مختلف دانشگاهی را طی بکنند. آنچه که من در طی این چند سال تجربه کردم و گاه باعث نگرانی من می شود این است که خانواده ها با ذهن محدود و فکر محدود و نگاه مقطعی و زودگذر نسبت به مسائل فرزندانشان را تشویق بکنند به این که زودتر یک آسبیلدونگ را انجام بدهند و بعد از آن مشغول بازار کار شوند و وارد بازار کار گردند و در نتیجه فرصت‌های مهم و اساسی و عمده‌ای که در این کشور وجود دارد از دستشان می‌رود. به عنوان یک فرد که همیشه باید در یک جای مشغول کارهای پایین رتبه باشد و نمی‌تواند در مسائل مختلف اجتماعی نقش خود را به شکل مؤثر ایفا بکند، این نقطه نگرانی هست. از این جهت است که خوب است که یک مقدار چشمانداز خود را در این کشور بالا بگیریم. در این کشور و کشورهای مشابه آن فرصت‌های بسیار کلان و بزرگی وجود دارد که اگر ما با برنامه‌ریزی این فرصت‌ها را مدیریت بکنیم می توانیم گام‌های بسیار موفقانه را در قسمت ادغام برداریم. بحث سومی که در اینجا مهم است مشارکت اجتماعی است. مشارکت اجتماعی به معنای حضور در فعالیت‌های اجتماعی، مدنی، انجمن‌های مدنی و اجتماعی، فعالیت‌های داوطلبانه و از همه مهمتر حضور در فعالیت‌های سیاسی است. بحث اصلی این است که
وقتی ما در اینجا زندگی میکنیم مانند شهروندان این کشور باید یک وقت خود را اختصاص بدیم به فعالیت‌های اجتماعی، اهم از حضور در انجمن‌ها، اهم از فعالیت‌های مدنی و یا فعالیت‌های سیاسی. بحث اصلی و اساسی این است که ما چگونه میتوانیم حتی نقش خود را در عرصه سیاست این کشور از طریق ورود در حوزه‌های سیاسی ایفا بکنیم. در اینجا فرصت‌های زیادی در این عرصه وجود دارد که اگر جوانان ما روی آن وقت بگذارند میتوانند راه خود را باز بکنند. خب متاسفانه آنچه که من در طی این مدت مشاهده کردم و مطالعه کردم، مردم ما که در اینجا آمدند بیشتر با خود درگیر بودند، بیشتر با خود مشغول ارتباط، هماهنگی یا در تقابل بودند و این باعث شده است که راه ورود ما در حوزه سیاسی کشور میزبان خیلی محدود شود و ما نتوانیم گامه‌های مؤثری را در این مسیر برداریم. و البته خب نمیتوانیم در این قسمت کسی را مقصر هم بدانیم، چون ورود مردم ما در این کشور نو هست و تعداد کسانی که در این کشور راه پیدا کرده بودند آمده بودند، اولویت اولشان اولویت کاری بوده است، نه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و مدنی. اما یک حضور فعال در این جامعه ایجاب پذیر میکنه که ما باید خود را آماده بکنیم برای تاثیرگذاری در حوزه مدنی و اجتماعی و سیاسی کشور. و این هم باز نمیشه مگر اینکه ما بتوانیم در عرصه تحصیل و دانش گام‌های دانشگاهی را طی نماییم، رفتن به سمت حوزه دانشگاهی و پیمودن مدارج عالیه دانشگاهی در این قسمت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار. شما ببینید سیاسیون آلمان همه ایشان یا دکترا دارن یا ماستری دارن، حداقل تحصیلات سیاسیونی که در اینجا در مراحل بالا قرار دارند لیسانس، ولی خب اونایی که نقش مهمتر و برجسته تر دارن آنها مراحل دکترا را طی کردن. و نقطه اصلی این است که کمتر کسی میتواند به آوسبیلدونگ به این مراحل برسد، از طریق آوسبیلدونگ میتواند نقش خود را ایفا بکند. بله میتواند برای زندگی خود یک خرج و مصرف را تأمین بکند، اما تأثیرگذاری از این افراد در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور میزبان و یک حضور فعال و مؤثر و چشم پرکن در این جامعه مستلزم از این است که باید جوانان ما، فرزندان ما مراحل عالیه دانشگاهی را باید طی بکنند، چشمانداز علم و دانش را به یک مقدار وسیع‌تر و فراختر بررسی بکنند. پس بحث مشارکت اجتماعی و سیاسی از مسائل بسیار مهم و اساسی در ادغام می باشد و انتظار هم همین میره که وقتی یک فرد جدیداً عضو یک جامعه میشد بتواند نقش خود را در این عرصه ها به شکل مثبت و مؤثر ایفا کند. بحث عنصر سوم که در ادغام اهمیت بسیار بالایی دارد رعایت قانون و احترام به قانون کشور میزبان است. خب در این کشور همه چیز لگالایز شده به گفته اینا. هیچ چیزی وجود نداره که در آن قانون وجود نداشته باشد، یک کد قانونی در آنجا وجود نداشته باشد، در آن ارتباط وجود نداشته باشد. از این جهت
فهم قانون و احترام و قانون در اون حوزه‌ای که انسان فعالیت میکنه و کار میکنه خیلی مهم است. کسانی که در این جامعه حضور داره باید قوانین این جامعه را بفهمه و آن را احترام بکنه. و اگر میبینیم کسانی تلاش میکنند به بهانه‌های دینی و مذهبی از رعایت قوانین کشور میزبان تفره بروند، جای اونها در اینجا دیگر نیست. آنها نمیتوانند به معنای واقعی کلمه در این جامعه ادغام شود. از این لحاظ خیلی مهم است که هر کسی در اینجا میآید این تعهد را به طور واضح و قاطع بدهد که قوانین کشور را مراعات میکند. چهارم، نظم و مسئولیت پذیری است. احترام به حقوق دیگران، وقت شناسی و نظم از ارزش‌های مهم است که در این کشور وجود دارد و ما آهسته آهسته باید خود را با این نظم و وقت شناسی عادت بدهیم. گرچه بعضی وقت‌های چیز اجباری هست وقت شناسی، اما تا جایی که امکان داره ما باید خود را برای وقت شناسی و نظم و احترام به حقوق دیگران بیشتر آماده بکنیم که اینا جزئی دستورات و تعالیم اسلامی هم هست. یعنی بسیاری از مسائلی که در اینجاها مطرح است در عنوان قانون با ارزش‌های دینی مخالفت ندارند. انسان می‌تواند در عین حالی که مسلمان و متدین هم باشد این قوانین و مقررات را اجرا بکنه و بلکه یک تکلیف است. اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم. علی علیه السلام میگوید که من شما را و فرزندان خود توصیه میکنم، اوصیکم، من شما را به تقوای الهی و نظم زندگی و نظم در زندگی توصیه میکنم. نظم در زندگی یک دستور اسلامی است و هر کدام ما باید در ارتباط به وقت شناسی و احترام به حقوق دیگران اهمیت بدیم و آن را مراعات بکنیم. پنجمین عنصر که باز از اهمیت زیادی برخوردار است، ارتباط مثبت با دیگران است. در اینجا جوامع مختلف و گوناگون مهاجر و میزبان وجود دارند. ما چگونه می توانیم یک ارتباط مثبت با این مجموعه برقرار بکنیم؟ این خیلی مهم است. داشتن یک ارتباط مثبت با دیگر اعضای حاضر در جامعه میزبان و در کشور میزبان از اهمیت بسیار بالا و اساسی برخوردارد. ما تنها نباید مثل کر در دور خود بچرخیم و در میان خود باشیم، باید تلاش کنیم که ارتباط مثبت با گروه‌های اجتماعی دیگر نیز برقرار بکنیم تا بتوانیم یک حضور مؤثر و مثبت در این جامعه داشته باشیم و همچنین حضور ما در این جامعه از طرف مجموعه میزبان یک حضور مثبت تلقی شود. اگر ما همه چیز را در درون خود خلاصه میکنیم و هیچ گونه زمینه‌های ارتباطی با مجموعه کشور میزبان برقرار نمیکنیم، اینا ما را به شدت آسیب پذیر میسازه و یک مانع هست در برابر ادغام ما در این جامعه. پس بحث ادغام بحث مهم و اساسی است که در این قسمت ما باید برنامه‌ریزی های خود را داشته باشیم. بحث دوم که مطرح است حفظ هویت دینی و فرهنگی است. بله، ادغام یک ضرورت است، اما در کنار ادغام ما باید تلاش کنیم که هویت دینی و فرهنگی خود را نیز حفظ کنیم. ادغام به معنای
فراموش کردن ریشه ها نیست. ادغام به معنای هضم شدن و اضمحلال شدن در درون جامعه میزبان نیست، بلکه و نقطه اساسی این است که ادغام به معنای همسانسازی تمامی هویت‌ها نیست. اهمیت حفظ هویت دینی و فرهنگی در کشور میزبان نه این که صرفاً یک مسئله احساسی و نوستالژیک باشد، بلکه از منظر فردی، خانوادگی، اجتماعی و حتی سیاست‌های ادغام در کشورهای میزبان دارای کارکردهای مهمی است و از اهمیت بسیار اساسی برخوردارد. هیچ کشوری نمیگوید که در مسیر ادغام شما هویت‌های فرهنگی و دینی و اجتماعی که قبلا داشته اید آن را فراموش کنید. هیچ کشوری از شما نمیخواهد که در مسیر ادغام ارتباط خود را با ریشه‌های اجتماعی گذشته خود کاملا قطع بکنید. هیچ کشوری از شما نمیخواهد که هویت جدید برای خود در اینجا خلق بکنید و هویت قبلی را به کلی فراموش بکنید، بلکه تمام تلاش ها بر این است، سیاست ها بر این است که باید که با حفظ هویت های قبلی، با حفظ ارتباط با ریشه های گذشته وارد جامعه و کشور میزبان شویم. حفظ هویت دارای کارکردهای مهم و عمده هست که من به طور کوتاه در اینجا اشاره میکنم. اول، حفظ کرامت و اعتماد به نفس فردی، این اولین کارکرد است. هویت به انسان پاسخ میدهد که من کیستم و از کجا آمده‌ام و به کجا تعلق دارم. افرادی که ارتباط خود را با ریشه های فرهنگی خود قطع می کنند، راهی دچار نوع سرگردانی هویتی می شوند و به خصوص نسل دوم و سوم مهاجران که نه کاملا خود را متعلق به فرهنگ پدر و مادر می دانند و نه همیشه از سوی جامعه میزبان به طور کامل پذیرفته شده. این یک نکته اصلی است که وقتی یک نسلی، یک مجموعه نه رابطه خود را با فرهنگ والدین احساس میکنند و نه در درون جامعه میزبان به عنوان هویت اصلی جامعه میزبان مورد قبول قرار گرفته، در این صورت این آدم دچار سرگرمی هویتی میشه. این پیامدهای اجتماعی بسیار غیر قابل جبران را برای فرد به همراه میارد. اعتماد به نفس را اعتماد به نفس انسان از بین میبره، ولی وقتی که ما احساس هویت میکنیم، خود را دارای ریشه میبینیم، در اون صورت این به اعتماد به نفس و احساس تعلق به یک جای کمک میکنه و حتی برای انسان کمک میکنه برای اینکه به شکل مؤثرتر وارد جامعه میزبان شود. به هر حال داشتن حفظ هویت گذشته از اهمیت بسیار زیادی در داشتن اعتماد به نفس و تقویت اعتماد به نفس فردی و حفظ کرامت انسانی کمک میکنه. کسی که بیریشه هست و خود را به هیچ جای وابسته نمیبینه، نه به کشور میزبان به طور کامل جذب شده و نه از گذشته های خود خبر داره و از افتخاراتی که پدر و مادرشان داشته از اون هم بی‌خبر است، خود را در هوا معلق میبینه. این آدم
ولی اگر ببینه که ما دارای یک فرهنگ غنی عاشورایی هستیم که در آنجا چهره‌های چون حسین و ابوالفضل العباس و زینب و کلثوم و امثال اینها نقش خود را ایفا کرده و هر کدامشان دارای پیام‌های انسانی بلند مرتبه می باشند، در اون صورت این فرد خود را بی‌ریشه احساس نمی کند، خود را از لحاظ هویتی سرگردان احساس نمی کند. از این جهت خیلی مهم است که ما هویت سابقه خود را حفظ کنیم. دوم که دومین کارکرد حفظ هویت مشارکت در تنوع فرهنگی جامعه است. امروزه بسیاری از جوامع اروپایی خود را جوامع متنوع و چند فرهنگی می‌دانند. خب دقت بکنید، بسیاری از کشورها افتخارشان این است که ما یک جامعه چند فرهنگی هستیم و این تنوع فرهنگی باعث غنای فرهنگی این جامعه شده است. تنوع فرهنگی زمان معنا پیدا می کند که گروه‌های مختلف بتوانند بخشی از میراث فرهنگی و دینی خود را در عرصه عمومی عرضه کنند. هر کسی بتواند با هویت که به آن متعلق هست با همان هویت در جامعه حاضر شود. و الا اگر همه گروه‌ها ناگزیر شوند هویت خود را کتمان بکنند، تفاوت‌های فرهنگی خود را کتمان بکنند، عملاً از تنوع چیزی باقی نمی‌ماند. در این کشورها از یک سو تنوع را به عنوان یک ضرورت قبول کردند و از سوی دیگر مکانیزم‌های مشخصی هم برای حفظ تنوع و تقویت تنوع و حمایت از تنوع ایجاد کردند. اون مکانیزم‌ها مثلا حالا من در عرصه مذهب میخوام یادآور شوم. در عرصه مذهب در شهرهای بزرگ و مهم و عمده کشور آلمان ما شورای بین المذاهب داریم که این شورای بین المذاهب ماهانه جلسه برگزار میکند تا اینکه از هویت‌های مختلف مذهبی اینا حمایت بکنند و همچنین در مقابل تبعیضات مذهبی مقابله بکنند، در مقابل راسism، در مقابل اسلام هراسی، در مقابل دین هراسی، در مقابل مثلا یهود ستیزی، در مقابل مسیحیت ستیزی اینها مقابله بکنند و همچنین فرصت گفتگو بین ادیان فراهم شود. ما همچنین در هر شورای شهر کمیته‌ای داریم به اسم کمیته فرصت‌های برابر و ادغام که یکی از وظایف مهم این کمیته تقویت هویت‌های مختلف و گوناگون است. اینا هم کوشش میکنه هویت‌های مختلف و گوناگون حفظ میکنه و هم در مسیر ادغام اینها کمک میکنه مهاجران را تا اینکه به شکل درست ادغام شود. اما وقتی صحبت از ادغام میشه هرگز این ادغام به معنای این نیست که باید همه هویت‌ها در یک هویت هضم شود، بلکه تلاش میکنند که هر مجموعه چه مسلمان باشد با عنوان مسلمان، چه بودیسم باشد با عنوان بودیسم، چه یهود باشد باید با عنوان یهود حضور خش در این جامعه تأمین کنند، حضور خش در این جامعه ببینند و با همین هویت‌های خود باید در جامعه ظهور پیدا کنند. و از همین طریق هویت‌ها می‌توانند یک پل ارتباطی بین مجموعه مهاجر و جامعه زمان برقرار بکنند. برخلاف این که بعضی‌ها برخلاف آنچه که برخلاف تصور می‌کنند هویت دینی و فرهنگی اگر به درستی معرفی شود
می تواند زمینه ساز گفتگو در میان هویت‌های مختلف و گوناگون شود. نمایش‌های فرهنگی، برنامه‌های میاندینی، فعالیت‌های خیریه و مناسبت‌های فرهنگی و مذهبی فرصت را فراهم می‌کند تا جامعه میزبان با فرهنگ‌های مختلف و گوناگون آشنا شود و در واقع از این طریق ما می‌توانیم یک پل ارتباطی بین خود و بین جامعه میزبان برقرار بکنیم. شما چگونه گپ میزنید با جامعه میزبان؟ از کدام آدرس با جامعه میزبان صحبت میکنید؟ وقتی شما میگویید من یک مسلمانم، من یک شیعه هستم، من یک هزاره هستم، من سنی هستم، من یک افغان هستم با سابقه افغانستانی در اینجا آمدم، این هویت ها برای شما زمینه گفتگو با یک فرد دیگر را فراهم میکنه. به همین جهت و مجرد این که با یک کسی میخوای صحبت بکنی میگه از کجا آمده ای؟ وقتی شما هویت خود را معرفی میکنید باز اون زمان است که زمینه بحث و گفتگو هم فراهم میشه و در واقع این هویت ها است که یک پل ارتباطی بین ما و بین جامعه میزبان برقرار میکنه. در همین راستا میخوام به یک نکته مهم و اساسی دیگر اشاره بکنم. برخی ها مطرح میکنن که برگزاری آیین‌های مذهبی از قبیل مراسم عاشورا در اماکن عمومی یا نیمه عمومی بیش از آن که معنوی باشد نوع ابراز هویت است و ممکن است در شرایط کرونی اروپا از سوی برخی از جریان‌های راست افراطی به عنوان نشانه از دیگری بودن به عنوان نشانه از دیگری بودن مسلمانان و شیعیان تعبیر شود و حساسیت‌های ناخواسته را علیه این مردم تحریک بکند. به این جهت است که توصیه میکنند که باید ما از حضور در جامعه میزبان با یک هویت مشخص پرهیز بکنیم، از نشان دادن نمادهای مذهبی در جامعه میزبان پرهیز بکنیم تا اینکه در جامعه میزبان راستهای افراطی نتوانند علیه ما سوژه های را خلق بکنند. شما امروز در فضای اجتماعی مسائل مختلف و گوناگون را میشنوید. یکی از خانم‌ها در پیش یک سقاخانه ابوالفضل العباس عکسی گرفته و در صفحه اجتماعی نشر کرده غوغا برآ انداخته است که چرا ما یک نماد فرهنگی مذهبی را این گونه در این جامعه نشان می‌دهیم. یک چنین نمایش به ضرر جامعه مهاجر تمام می شود. یک چنین نمایش ما را از ادغام در جامعه میزبان مانع می شود. من البته کاری با آنهایی ندارم که اصلا نه به حسین اعتقاد دارند، نه به علی و نه به پیامبر و نه به قرآن و نه به دین و همه چیز را از آغاز از اساس میخواهند که انکار بکنند. سخنم طرف آنهایی هستند که مؤمن و متدین هستند و باورمند به شعارهای مذهبی هستند، ولی در عین حال مذهب را در یک سلسله مسائل خصوصی خلاصه میکنند و هر گونه نماد اجتماعی آیین‌های دینی و مذهبی را یک خطر برای جامعه میزبان تلقی میکنند و از این لحاظ توصیه میکنند که هوش کنید از حضور نمادهای مذهبی در اماکن عمومی 100% جلوگیری شود و عزاداری‌ها در محافل کاملا محدود در خانه ها و احیانا در مساجد برگزار شود. بعضی ها که حتی با نام گرفتن از مساجد و این که تلاش برای اعمار مساجد در جامعه میزبان مخالفت میکنه، چون اینها نمادهای مذهبی هستند.
اما نقطه اصلی این است که نتیجه این نگرانی، اگر این نگرانی رو ما دقیق تحلیل بکنیم، نتیجه این نگرانی کنار کشیدن از عرصه عمومی است. اگر این منطق را، این نگرانی را تا آخر دنبال کنیم، ممکن است که به این نتیجه برسیم که ما مراسم مذهبی را در عرصه در برگزاری مراسم مذهبی از عرصه اجتماعی عقب نشینی بکنیم، در حالی که عقب نشینی کردن از عرصه اجتماعی و عدم امکان تبارز هویت مذهبی و فرهنگی در عرصه اجتماعی منجر می شود به تضعیف تنوع اجتماعی و این برخلاف آن چیزی که امروز در کشورهای اروپایی مطرح است. همون گونه که پیشتر اشاره کردم، در این کشورها تأکید بر حمایت از تنوع هست، تأکید بر حضور فعال همه هویت‌ها در عرصه اجتماعی هست. بنابراین مسئله اصلی این نیست که ما هویت خود را پنهان کنیم، هویت خود را نشان ندهیم، در جایی نگوییم که ما شیعه هستیم، در جایی نگوییم که ما مسلمان هستیم و یک نماد مذهبی و دینی خود در جایی نشان ندهیم، بلکه مسئله اصلی این است که چگونه آن را خردمندانه و مسئولانه ابراز نماییم. نکته اصلی که است این است، یعنی مراسم های خود را، حضور اجتماعی خود را به گونه انجام بدهیم، مراسم خود را به گونه برگزار کنیم که مراسم پیام عاشورا بهتر فهمیده شود، نظم عمومی به طور کامل رعایت شود، قانون مراعات شود و همه در چارچوب قانون پیش برده شود، کرامت مذهب هم حفظ شود. من در جلسه قبلی یادآور شدم که افراط و هم تفرید هر دوی آنها آسیب جدی بر پیکر نهضت عاشورا وارد می‌کنند. افراط می‌تواند ما را از مسیر اصلی خود دور بکند. از این جهت این خیلی مهم است که ما باید همه اینها را مراعات بکنیم و در عین حال حساسیت‌های جامعه میزبان هم درک بکنیم و با در نظر داشت این حساسیت‌ها حضور اجتماعی خود را تأمین بکنیم. چگونه ما میتوانیم در این کشور میزبان به معرفی نهضت عاشورا بپردازیم؟ از چه طریق؟ مثلا خیلی ما در اینجا نمیتوانیم همه برنامه ها را یادآور شیم، فقط اشاره میکنیم. مثلا توضیح اهداف مراسم عاشورا به زبان آلمانی. ما امروز کسانی که طرفداران محیط زیست هستند و حتی کسانی که طرفداران مسیحیت هستند میبینیم که در اماکن عمومی 2 نفر 3 نفر استاد میشه، بروشور در دستشان و مردم این بروشورها رو توضیح میکنن و بعد توضیح میدن که منظورشان چی هست، چی میخواین بکنن و بعد وبسایت خود نشان میده تا اینکه انسان بتواند این معلومات را تعقیب بکنه و دنبال بکنه. این خیلی مهم است که اگر ما به این شکل بتوانیم و جایی که یک مثلا یک گردهمایی کلان در یک جای راهاندازی بکنیم، راهبندان ایجاد بکنیم، معبر عمومی را در واقع سد بکنیم، 2-3 نفر در یک جای این برنامه رو به دست بگیریم. خب تأکید بر عدالت، آزادی و کرامت انسانی در این صحبت ها، پرهیز از رفتارهایی که موجب سوء برداشت می شود، موجب تنش اجتماعی می شود، چه تنش بین خود ما و چه تنش با دیگران، تنش با اهل سنت، تنش با یهودیت، تنش با دیگر فرقه های مذهبی. اگر ما در اینجا این مسائل مراعات نکنیم و با تنش وارد شویم با جوامع دیگر،
و زمان نمیتوانیم فعالیت‌های خود را ادامه بدهیم. بعض وقتا هست متاسفانه در میان ما تلاش صورت میگیرد که به شکل عامدانه مثلا یهود ستیزی صورت میگیرد، مسیحیت ستیزی صورت میگیرد. برای دفاع از اسلام ما میافتیم به جان ارزش‌های دیگران. اگر ما در اینجا به جای گفتگوی سازنده بچسبیم به تخریب دیگران، آن زمان دیگران هم علیه ما تحریک میشوند و فضا از یک گفتگوی سازنده میره به سمت تقابل و آن زمان ممکن است که موانع جدی در مسیر ما ایجاد شود. و در این حال تبدیل بخشی از مراسم و فعالیت‌های خیریه و خدمت رسانی، مثلا بانک خون امام حسین ما داشته باشیم، در روز عاشورا خون اهدا بکنیم به نام امام حسین و بعد از این فرصت میشه که ما امام حسین و نهضت عاشورا را با ارزش‌های بالایش معرفی بکنیم. و همچنین سایر خدماتی که جوانان بهتر از من میفهمند که چگونه ما میتوانیم یک چنین برنامه‌ای را داشته باشیم. ما میتوانیم بعضی از نمایشگاه‌های مذهبی را در سطح محدود داشته باشیم، سمینارها را داشته باشیم. سمینارها خیلی مهم است. اگر در کنار این مراسم اگر ما سمینارهای علمی در دانشگاه‌ها برقرار بکنیم، در عین حال در کنار آن بعضی نمایشگاه‌های عکس که به شکل معقول و مطلوب اینها مدیریت شود، این میتواند ما را خیلی کمک بکند. بنابراین بحث اصلی این نیست که ما هیچ هویت خود را نشان ندهیم، هیچ نماد مذهبی خود را در عرصه عمومی مطرح نکنیم، بلکه مسئله این است که چگونه ما آن را مطرح بکنیم. همان گونه که گفتم با این شرایط بدون افراط، بدون تفرید ما باید وارد اجتماع شویم و هویت خود را در واقع نشان بدهیم. و این نمیشه مگر با اکسل برنامه‌ریزی ها. از این جهت ما با در نظر داشته ضرورت بحث ادغام و با در نظر داشته ضرورت حفظ هویت این موضوع را به شکل خیلی جدی مطرح میکنم که ما باید این قانونهای مذهبی را و همچنین قانونهای فرهنگی را حمایت کنیم و تقویت کنیم. نگذاریم به عهده چند نفر. اگر ما این قانونهای مذهبی را، این قانونهای فرهنگی را حمایت بکنیم که آنها در راستای ادغام و همچنین در راستای حفظ هویت با مردم ما کمک و همکاری بکنه، این مسیر موفقانه تر پیش میره. ما ضرورت داریم به یک چنین سازمانی، به یک چنین هماهنگی های اجتماعی از طریق این نهادها و از این جهت باید اینها را حمایت بکنیم. من در همین جا صدا میکنم از دوستان عزیز و شرکت کنندگان عزیز در این برنامه سوگواری خواهشمند هستم که دست دوستان ما را در هیئت 14 معصوم بگیرن تا جایی که دستشان میرسد کمک بکنن تا اینها بتوانند مسئولیت اجتماعی خود را به شکل درست انجام میدهند. در این بیایید عضو شوید و از هیئت 14 معصوم هم خواهشمند هستم که زمینه را برای جذب و خصوص جوانان عزیز ما بیشتر فراهم بکنند تا اینها هم بتوانند نقش خویش را ایفا بکنند. و البته تنها و داشتن یک چنین اجتماع و گردهمایی هم اکتفا نکنیم. من فکر میکنم ما ضرورت داریم به یک محلی که در آن محل امکان برگزاری نشست‌های مختلف و گوناگون علمی و آموزشی وجود داشته باشد، بتوانیم فرزندان خویش را آموزش بدهیم، زبان فارسی برای آنها بیاموزانیم و در عین حال برنامه‌های مختلف اعتقادی و فرهنگی در آنجا داشته باشیم، برنامه‌های تاریخ و فرهنگ داشته باشیم، برای آنها بیاموزانیم که ما کی هستیم، از کجا آمده ایم و چگونه باید باشیم. اینا نمیشه مگر اینکه ما یک چنین مرکزی را داشته باشیم و این ضرورت به یک چنین انسجام و هماهنگی دارد. و نکته دیگر با در نظر داشتی نگرانی هایی که تعدادی از مردم دارند در ارتباط به این که حساسیت های اجتماعی تحریک نشود، ما پیشنهاد میکنیم که هیئت 14 معصوم میزبان یک سمینار
یک سمینار علمی در ارتباط به چگونگی برگزاری مراسم عاشورا شود. در این سمینار جا داره که از تعدادی از صاحب نظران متخصصین دعوت به عمل بیاید تا آنها در ارتباط به چگونگی برگزاری مراسم در اینجا صحبت بکنند. در این مراسم تمامی رؤسای هیئت‌ها، مسئولین هیئت‌ها دعوت شوند و در آنجا هم نظرات آنها گرفته شود و هم نظرات و نگرانی‌های متخصصین، آنگاه با در نظر داشت تمامی جوانب، با در نظر داشت تمامی حساسیت‌ها، گام‌های عملی را برداریم. سخن خود را خلاصه می‌کنم. بحث ادغام یک مسیر طولانی هست، اما ادغام به معنای اضمحلال هویت‌ها نیست. ادغام به معنای هضم شدن در هویت‌های دیگر نیست، بلکه ادغام به معنای شمولیت فعالانه و حضور فعالانه در درون جامعه زبان با حفظ هویت‌های دینی و مذهبی و فرهنگی خود است. و برای اینکه ما بتوانیم هم مسیر ادغام را موفقانه طی کنیم و هم هویت‌های فرهنگی و دینی و مذهبی خود را به شکل درست مراقبت بکنیم و آن را حفظ بکنیم و به نسل‌های آینده هم منتقل بکنیم، ایجاب می‌کند که ما دارای یک نهاد فرهنگی و مذهبی باشیم که در این قسمت سازماندهی بکند و آمادگی‌های لازم را بگیرد، تدابیر لازم را اتخاذ بکند و در عین حال ما و شما هم هر کداممان مسئولیت داریم که در این راستا گام‌های عملی در حمایت یک چنین حرکت‌ها برداریم. صحبت‌هایم را جمع می‌کنم. با توجه به ضیقی وقت فقط یک ذکر مختصر میخواهم داشته باشم و بعد از مد اهل بیت استفاده میکنم. یک توسل به باب الحوائج علی اصغر بخواهم داشته باشم. کودک 6 ماهه‌ای که در عاشورا پدرش را همراهی کرد، لحظات آخر نبرد حق علیه باطل است. جنگ تقریباً به پایان رسیده و قرار است حسین ابن علی عازم میدان شود. میاید خیمه خداحافظی میکند، میبیند که فرزند 6 ماهش از تشنگی در حالت جان دادن قرار دارد. انتظار میرفت که این کودک شیرخوار باید سیراب گردد. ابوالفضل العباس موفق نشد تا این کودکان را سیراب کند و با یک دنیا امیدی که داشت بالاخره به شهادت رسید و موفق نشد آب به خیمگان رساند. الان همه کودکان را بخصوص این کودک از شدت تشنگی در خود میپیچد. حسین ابن علی این کودک خردسال را با خود گرفت، در زیر عبای خود تا اینکه آفتاب سوزان کربلا این کودک 6 ماهه را نیازاند. وقتی در مقابل لشکر دشمن قرار گرفت، صدا زد یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل، فرحموا هذا الطفل. اگر به من رحم نمی کنید، اگر نسبت به من عناد دارید، اگر نسبت به من کینه دارید،
به این طفل رحم کنید، این طفل که گناهی ندارد. اما ترا کیف یتلظی عطشانا، آیا نمی بینید که چگونه از شدت تشنگی در خود می پیچد؟ تلظی اون حالت شدت عطش را میگوید که یک فرد به شدت از شدت عطش در حال جان دادنه. ماهی را میبینید وقتی که از میان آب میکشید بیرون میفته، در لحظه های آخر دهان خود را فقط به حرکت در میاره. او مرحله جان دادن که دهان خود را به حرکت در میاره از شدت تشنگی، او را تلظی میگن. حسین ابن علی میگه آیا ندیدید که چگونه این کودک در خود میپیچد؟ این سخن پیامبر با این کودک تأثیرات خود را میگذاشت بالای لشکر و تعداد این سؤال در ذهنش خط میشد که چقدر ما ظالم و ستمگر شده ایم که حتی به این کودک نیز رحم نمی کنیم. در همین اثنا عمر سعد رو به هرمله کرد: ای هرمله، چرا جواب حسین را نمیدهی؟ عمر سعد گفت، هرمله در جواب گفت جواب حسین را بدهم یا جواب پسر را؟ اشاره طرف گروه سفید علی اصغر کرد: آیا نمیبینی زیر گروه علی اصغر را؟ در همین جا آن نانجیب تیر بر کمان گذاشت و با تیر 3 شعبه بر گلوی علی اصغر حواله کرد. تیر آمد و بر گلوی علی اصغر نشست و گلوی علی اصغر را پاره کرد. خون از گلوی علی اصغر جاری شد. حسین علیه السلام خون گلوی علی اصغر را گرفت، قسمتی از آن را بریش خود مالید، قسمتی از آن را به هوا پرتاب کرد و صدا زد: خدایا این قربانی را از ما به کرمت قبول بگردان. برایم مرثیه میخواندی ای پیر، به دستم کودکم خواباندی ای تیر. تمام تارهای صوتیش را به هم پیچاندی و سازاندی ای تیر. خدا رحمی کند مادر نبینه، سرت یک سو تنت یک سو بمیرم. عجبا عجبا بحلم الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خداوندا کریم و رحیم و این قلیل توسل را از ما به کرمت قبول بگردان. خداوندا کریم و رحیم و حاجات مشروع ما را برآورده به خیر بگردان. مریض و مریض در هر خانه باشند، بخصوص مریض این مجلس را خداوندا کریم و رحیم و شفا عنایت بفرما. کسانی که التماس دعا کردند خداوندا کریم و رحیم و به حق این مجلس، به حق عشقهایی که در این مجلس میریزه، به حق صاحب این مجلس خداوندا کریم و رحیم و حاجات مشروعیشان را برآورده به خیر بگردان. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. بالنبی و آله بر محمد و اهل بیت محمد صلوات.
ندیدم بارگاه تو، نشد قسمت که میرفتم میان روضه عباس، نشد ای خاک بر فرقم، ندیدم بارگاه تو، بارها گفت محمد که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات. چشمت به جمال دلانای ولی است منور گردد، صلوات دوم بلندتر. عزیز برادران، هر که از جایش بخیزه گناهش بریزه. اگر یک مقدار بیشتر جلوتر تشریف بیاریم ممنون شد با صلوات بلند. جهت برآوردن حاجات همه عزیزان، مخصوصاً این خواهر که مقدار وسایل کمک کردن، جهت رفع و دفع مشکلاتش صلوات بلند خط کن. شفای مریضان، مخصوصاً مریض مد نظر، بلند صلوات. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد، فیا لیتنا کنا معکم فأفوز فوزا عظیما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.